از سر سوی تول آمدم یک نفر یک نان مرا داده. نصف صبح خوردم نصف شال خوردم. یک مسلمان کمک کرد نکرد نمی گوش نهستم خدا سیر کنه مال. در اینجا یک پدر بزرگوار را با خود داریم که با همراهش میخوایم یک چند کلمه صحبت بکنیم و چه مصروفیت داره، چه مشکلات داره، چه در باره زندگیش میخوایم یک چند کلمه با همراهش صحبت کنیم و بفهمیم که درد باب ما و رنج و چطور اینجا کشش ده یک رقم میخوایم در بارهش یک چند کلمه صحبت کنیم. سلام علیکم پدر جان، جوج هستین شما؟ خیر هستین؟ چطور اینجا شدیم پدر؟ اشتیم هم که کار پیدا شد کار میکنیم نشده نمیجا کشتیم 14 سر نانخور هستیم. چند نفر نانخور هستین؟ 14 سر. 14 تا؟ خب این تو یک 5 دقیقه وره میشه که ما از اونجا شما را سعی دارم یک رقم چورتی ششتیم پدر. چی علت است که شما با این حال یک کمی پریشان معلوم میشدین؟ اینجا پریشان هستم اگر کار بود یا چیز کس کمک کرد که کمک کرد نکرد شو دست خالی بلشته میریم در خونه. دست خالی امروز یعنی چند کار کردین امروز؟ 30 روپا یک بار بودم. 30 روپا؟ ما این حاله که پدر بزرگوار میفرماید که ما از صبح که تا به حال 30 افغانی کار کردیم و در این 30 افغانی شب و روز شما میگذره یعنی با یه چاره میکنید؟ چی چاره میشه؟ 30 افغانی ما 3 تا نان در بگی میشه. با چاره چی هست؟ ما چاره هستم بسازیم دیگه. یک مسلمان کمک کرد نکرد نمی گوش نهستم خدا سیر کنه مال. و این حال در سند پیری، در سند موسفیتی شما در اینجا میاین و کار میکنین، این برای شما خیلی وزمین تمام نمیشه یعنی گران تمام نمیشه؟ چطور کنیم؟ بچه های ما از میده است طفلای میده است کار کردن نمیدن، یکشتا ملا میخوانه یکشتا مکتب. اونا به خانه که باشه کار خانه را میکنه. او رو که در دشت یلا نمیکنم خودم غریبی رو خودم گرفتم اون رو میگم کار خانه ایتا کن. نمیذارم بیراب شوه یک یلی شوه. پیدا کردم میخوریم نکردیم گوشلا خواب بشیم توکل ما به خداست. خدا پیدا کرده روزی ما را میده. بشک خداوند روزی رسان است. انشالله کسایی که ویدیوی ما را میبینه و این حاجی بابا را که میبینه با این حال با این پیری کمی دلسوزی کنن و بتانن با این هر چند که از واسشان میایه کمک کنن و میخوایم که مشکلات در خانه و چی مشکلات داریم پدر؟ همین مشکلات اساسی تان چی است؟ مشکلات ما اگر خانه بوی ارد نداریم. همین دور به کار کنیم یا ارد میخریم یا نان میخریم یا یک پیاز کچالو میخریم گذران تیر میکنیم. یا مشکلات ما نمیه. مشکلات ارد و مشکلات اقتصادی تان چه رقم است؟ یعنی کار چه رقم است یعنی چه رقم کار میکنین؟ چند روزی کار میکنین و همه که روزی میشه 200 هم میشه، همه که روزی میشه 10 روپا شو هم گوشت خسته میرم. این از سر سوی تول آمدم یک نفر یک نان مرا داده. نصف صبح خوردم نصف شال خوردم. خانه بزرگی ها میگن کی میای؟ میگم بیگاه. چیزی داماد میگم نه. یه چیزی گیرم نمیده کارم 30 روپا کار کردم. باز خدا مهربان است گذشته است. با این حال این مشکلات پدر میرسفید یعنی یک میرسفید بزرگوار با این حال که اینها در مسجد و در چیز باشند به خاطر مشکلات خانوادگی به خاطر مشکلات فامیل اینها آمدن اینجا کار میکنن. عبادت البته کار حلال هم عبادت است. اما تو نیست پدر؟ عبادت اینه نماز همین نمیجا خانم دور نمی باخت. همین تقریبا هفته و تارت تربت پیشمانی. یا از کسی طلب میکنم که من میگم خاص خدا طلب میکنم. با گوشنگی بمرم دستم یکی دراز نمیکنم. گوشنگی را قبول دارم، مردن دست دراز کردن قبول ندارم. کس بیا بگم دستم دراز میکنم میگیرم، ببرم دستم یک موتر یک چه دراز کنم دراز نمیکنم. بشک. و گفتین چند اولاد دارین پدر؟ 6 تا اولاد دارم. 6 تا. نام خدا. بچه‌م از هشمول یک چیز سر در 14 سر نانخور است. پیدا میکنم گذران تیر میکنم. همین که شود پیشنم میمونی. همین که شود که کس نان رم نمیخورم تو زیاد میرسه.
تشکر از اینکه با ما هم کلام شدین، با ما صحبت کردین، با ما مصاحبه کردین و در آخر کدام گفتنی خاص و کدام نظر یا کدام پیشنهاد اگر دارین بفرمایید. کی پیشنهاد کنیم بدون خدا دیگه کی پیشنهاد ما رو قبول کنه؟ ما بدون خداوند کسی پیشنهاد ندارم. اون که گلی ما رو پیدا کردن گلی ما رو میته. یه پیشی کسی گردن ما رو کج نمیکنم. پیشنهاد قبول دارم گردن کجی رو قبول ندارم. تشکر از اینکه با ما هم کلام شدین. خداحافظتان. تشکر بسیار زیاد.